سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد وقت ملاقات گرفتن یا همون ترمین گرفتن از سایت berlin.de برای دانشجویانی که تحصیلی وارد آلمان میشن صحبت بکنم. این پست به درد بچه‌ای میخوره که وارد برلین میشن، نه شهرهای دیگه، چون سایت هر شهری با شهر دیگه متفاوته. امیدوارم که بچه‌های برلین از این پست بتونن استفاده بکنن و به دردشون بخوره. خب همونطور که میدونید 6 ماه بعد از ورود به آلمان شما باید ویزای تحصیلیتون رو تمدید بکنید و اولین چیزی که نیاز دارید ترمین یا همون وقت ملاقاته. من میخوام مستقیم وارد سایتی بشم که شما میتونید ازش وقت ملاقات بگیرید، چون سایت berlin.de برای کسایی که تازه وارد برلین شدن و گشت و گذار توش یکم سخته تا این پیج رو پیدا بکنم. بنابراین میرید سرچ میکنید ترمین Vereinbaren underline berlin.de. اولین لینک رو انتخاب میکنید. همونطور که میبینید میتونید زبان صفحه رو به انگلیسی تغییر بدید و یک آپشن دیگه هم که خود پیج گوگل برای شما گذاشته، از اینجا هم میتونید زبان پیج رو تغییر بدید به انگلیسی. اما من میخوام به آلمانی ادامه بدم که اگر احیانا نتونستید زبان پیج رو تغییر بدید یا اینکه دوست داشتید به آلمانی ادامه بدید بتونید این کار رو انجام بدید. خب میریم دایرکت لینک رو انتخاب میکنیم، ترمین بوخن. توی این قسمت در مورد نوع ویزاها یک سری توضیحات داده. بعد از شما میخواد که حتما تیک آبی رو بزنید که مبنی بر آگاهی شما از تمام چیزهایی که اینجا گفته هستش. خب اینجا از شما میخواد که ملیتتون رو انتخاب بکنید. ملیتتون رو انتخاب میکنید. بعد اینجا میگه که میخواید وقت ملاقات رو برای چند نفر انتخاب بکنید. این قسمت مهمیه و من میخوام بگم که کسایی که با پیوستشون وارد آلمان میشن، نه کسایی که پیوستشون فعلا داخل ایرانه، میتونن از این قسمت برای 2 نفر، 3 نفر یا هر چند نفری که هستن وقت ملاقات بگیرن. مهم نیست که مثلا پیوست شما 1 ماه بعد شما وارد خاک آلمان شده باشه، میتونید این وقت ملاقات رو با هم دیگه بگیرید. پس من بر فرض اینکه 2 نفر میخوان وقت ملاقات بگیرن 2 نفر رو انتخاب میکنم. توی این قسمت سوال میکنه که آیا با کس دیگه توی برلین زندگی میکنید؟ بله یا خیر. از اونجایی که من 2 نفر رو انتخاب کردم بله، و ملیت نفر بعدی رو میخواد بدونه که اون رو هم باید انتخاب بکنید. شما میخواد ویزاتون رو تمدید بکنید، در نتیجه این گزینه رو باید انتخاب بکنید. خب شما به چه علت وارد خاک آلمان شدید؟ توی این قسمت ها توضیحات خاص خودش رو داره. از اونجایی که شما وارد آلمان شدید برای تحصیل باید اشتودیوم رو انتخاب بکنید. تمام چیزهایی که باید انجام میدادید تا وارد مرحله بعدی بشید انجام شده. پس گزینه بعدی رو انتخاب میکنیم. خب همونطور که میبینید من وارد مرحله بعدی نشدم، تو همون مرحله دوم موندم که اطلاعاتم رو تکمیل کردم. علتش هم اینه که این سایت
سایت شلوغیه، تعداد کسایی که میخوان ویزاشون رو توی برلین تمدید بکنن خیلی بالاست. در نتیجه گیر آوردن وقت ملاقات برای کسایی که میخوان ویزاشون رو تمدید بکنن خیلی سخته. پیشنهاد من به شما اینه که حداقل چندین هفته، 2 یا 3 هفته قبل از تموم شدن ویزاتون اقدام به گرفتن وقت ملاقات بکنید، چون گرفتن وقت ملاقات واقعا سخته. اما اگر احیانا نتونستید وقت ملاقاتی برای خودتون گیر بیارید که همزمان با تموم شدن وقت ویزاتون باشه، اصلا نگران نباشید، چون خودشون میدونن که این سایت شلوغیه و وقت گیر نمیاد. پس نگران نباشید. تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که نمیتونید از خاک آلمان خارج بشید تا اینکه ویزاتون تمدید بشه. اصلا نگران این قضیه نباشید. خب همونطور که میبینید من نمیتونم وارد مرحله بعدی بشم، اما میخوام توضیح بدم مرحله بعد رو، که اگر توی این مدت تونستید وقت ملاقات بگیرید بدونید که چی کار باید بکنید. توی مرحله بعدی اگر وارد مرحله بعد شدید، یک سری روزها برای شما خواهد اومد. اون روزهایی که با رنگ آبی مشخص میشن روزهایی هستند که شما میتونید روش کلیک بکنید. پس روی اون روز میزنید، بعد ساعتهاش برای شما میاد که کدوم ساعت رو میخواید انتخاب بکنید. بعضی وقتا هم هست که فقط 1 روز و 1 ساعت برای شما باز میشه که مجبورید همون روز و همون ساعت رو انتخاب بکنید. مرحله بعد از اون اینه که شما اطلاعات خودتون و اطلاعات کسی که با شما میخواد برای قرار ملاقات بره رو وارد میکنید. بعد تاییدیه برای شما ایمیل میشه که در نهایت توی اون روز میتونید برید به قرار ملاقاتتون برسید. خب همونطور که میبینید من نمیتونم وارد صفحه بعد بشم. امیدوارم که کمکتون کرده باشه این اطلاعات. اگر تونستم ادامه مرحله رو برم حتما براتون ضبط میکنم و پستش میکنم. امیدوارم که از پست ما خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. حق نگهدارتون.